الان تقریبا بیرون غیر قابل تحمله، اما تو دل زمین پیدا کردن که بادگیر داره و آب خنکی که تو این قنات هست باز شده که دمای داخل خیلی باشه. اینجا الان ما تقریبا حدود 2 متر در دل کویر زیر کویر هست. این هم آب قناته که به این شکل خلاقانه با این بادگیرها درست شده که باعث شده تقریبا 20 درجه دما از بیرون خنک‌تر باشه.